اگر من به شما گویم که برای خاموش کردن بعضی شبکه‌های اجتماعی من باید خیلی با اراده باشم، اما من فکر نمی‌کنم که همه جوانان چنین قوی اراده‌اند. چگونه شما باید صبح بر وقت بیدار شوید در حالی که شما شب نخوابیده اید و شما تمام روز خواب‌آلود هستید و از آدمان گرد و اطراف ناراضی هستید، تنها از سببی که شما خواب خود را نگرفته اید. شما با اکران تلفن خود نگاه کرده با نوارهای بیهوده وقت خود را می‌گذرانید. آیا شما می‌دانید که در این لحظه های کرونا ویروس باز یک ویروسی نوی دیگر به نام اومیکرون وجود دارد و باید ایمونیته ما و شما خیلی بلند باشد و این حالت روی نمی‌دهد اگر شما شب به مقدار کافی خوابتان را نگرفته باشید. اگر شب تا به سحر در تلفن خود نشسته و تمام شب خواب نروید، در این حالت شما بیمار میشوید و حیران میشوید که چرا همه این روی میدهد، ولی سبب همه این نخوابیدن است. اگر به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نگرید که ما را شب به چی دعوت میکند و یا که به قرآن کریم نظر کنیم که ما را در شب به چی عملها دعوت میکند. در قرآن کریم گفته شده است که الله شب را برای آن آفرید که ما آرامش گیریم، ولی هستند بعضی استثناها به مانند نگهبانی شبانه و دیگر کارهای شبانه، یا هستند کسانی که برای آنها در شب کار را انجام دادن ضرور است و در اینها هیچ مانعی وجود ندارد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. خدا آن است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرام گیرید و روز را به وجهی که در آن دیدن یکدیگر باشد. به درستی که خدا بر مردمان خداوند فضل است، ولی اکثر مردمان شکر نمی کنند. خداوند می خواهد که شما در نماز بامداد حاضر باشید، ولی این ناممکن است که اگر شما شب نخوابیده باشید. بیایید درک کنیم که ما و شما چه خداوندی مهربان داریم.